هر جا دیدید آقا شیطون خیلی کمین کرده توی یه تیکه از بساط امام حسین، بدونید خیلی خبر اونجاست. چون عصر عاشورا امام سجاد فرمود از خوشحالی بین زمین و آسمان کربلا می جهید، یعنی ملق می زد. اصحابش گفتن چرا انقدر خوشحالی؟ گفت در یک نصف روز 30,000 نفر که ادعاشون این بود از بهترین علمای امت پیغمبرن. بعد حضرت فرمود غروب عاشورا که شد نشست زانوهاشو بغل کرد ابلیس. اون وقت گفتن حالا برای چی غمگین شدی؟ تو که خوشحال بودی. گفت مگه نمیبینی باختم، باز هم من باختم. بعد از قصه خلقت من خیال میکردم اینجا من برنده شدم ولی بازم باختم. گفتن چطور؟ گفت پرده ها رو زده کنار، مگه نمیبینی؟ میگه کسی اشک اگر نریزه فقط تو چشمش حلقه بزنه، غفر الله له ولو کانت ذنوبه مثل الزبد البحر، قدر کف دریاها گناه کرده باشه خدا میامرزه. یک قدم کسی به سمت حرمش بره کتب الله له 1000 حجة مقبوله، 1000 حج مقبول بر او می نویسن. اگه کسی اشکش نیاد نفس المحموم فی حزننا، یا آه برا حسین میکشه، همین جیگرش که میسوزه که میگه آهش عبادته، مگه نمیبینید؟ یا مظلوم